فیلم در مورد یه معلم منحرف و بچه بازه که ترتیب دانش آموزای پسرشو میده. قبلا یه فیلمم معرفی کردم از معلمی که ترتیب دانش آموزای دخترشو میده و اونم فیلم به شدت آموزنده‌ای بود. حتما ببینیدش. داستان از اونجایی شروع میشه که معلم قبلی این کلاس حامله میشه و میره مرخصی و یه معلم جایگزین واسش میارن. یعنی ایشون انصافا میلف حقیه. شما سایزو ببین. من اگه همچین معلمی داشتم الان به جای فعالیت تو یوتیوب استاد دانشگاه بودم. این معلم جدید اسمش مالیه. مدیر مدرسه رو به مالی نشون میده و بهش میگه تیم بیسبال ما خیلی شاخه و 5 تا قهرمانی پیاپی داشته. همینجوری که مدیر داره واسه خودش جیر میکنه، مالی چشش میفته به کاپیتان تیم یعنی دنی و یه جوری نگاش میکنه انگار میخواد با چشاش پسرا رو حامله کنه. دنی یه دوست دخترم داره به نام جیمی. جیمی هر از گاهی میره خونه دنی و یه لب بازی میکنن، اما الان یه ساله که تو رابطن و اصلا سکس نداشتن. یعنی دختره خیلی تنگ بازی در میاره، وگرنه یه مجلسی یا کفتسی که دیگه ضرری نداره. اولین روزی که مالی میاد سر کلاس از بچه‌ها امتحان میگیره. آخر کلاس به دنی میگه مدیر بهم گفت اگه نمره‌هاتو بالا نبری از تیم بیسبال اخراجت میکنه. بس مدرسه که تموم شد بیا پیشم یکم با هم درس کار کنیم. بعد از مدرسه پسره میره پیش مالی و یکم با هم درس کار میکنن. البته مالی هی توی صحبتاش دنیو تست میکنه که ببینه چقدر به دوست دخترش وفاداره. آخر سرم به بهونه درس کار کردن شماره دنیو ازش میگیره. دنی جان اجازه بده لمست کنم، بلکه یکم از اون شانست به ما هم سرایت کنه. روز بعد که مالی برگه رو تصحیح کرده به دنی A و به جیمی C میده که نمره خیلی پایینیه. مالی میخواد هر جوری شده جیمیو از دنی دور کنه و خودش بره تو کارش. بعد از مدرسه مالی دنیو با خودش میبره به یه بار. مالی سعی میکنه با دنی لاس بزنه و بحثو سکسی کنه، ولی دنی زیاد پا نمیده. بعد از اینکه کلی آبجو میخورن و مست میشن برمیگردن توی ماشین و مالی هی به بهونه‌های مختلف خودشو میماله به دنی. دنی هم که میبینه اوضاع داره خطرناک میشه سریع از ماشین پیاده میشه که به گناه آلوده نشه. جیمی به دنی مشکوک شده، در نتیجه واسه اینکه میخشو محکم بکوبه فردا شب توی پارتی به دنی میگه شرمنده این اواخر از هم دور بودیم، بیا بریم از دلت در بیارم. دوتایی میرن توی اتاق و دنی شروع میکنه به خوردن جیمی، اما وقتی میخواد شلوارشو در بیاره جیمی دنیو هول میده و میگه نکن. دنی هم به جیمی میگه فازتو گایی، خدایی تو که بده نیستی چرا لفظشو میاد. یا شاید هم با خودش گفته با بالاتنه کارو جمع میکنم، ولی فکر نمیکرده دنی بره سراغ مغز کار. خلاصه دنی که از دست کارهای جیمی شق درد گرفته پیام مالیو میبینه که آدرس خونه‌شو فرستاده و بهش گفته ماشینم خراب شده بیا یه دستی بکش روش. دنی از همونجا یه راست میره خونه مالی. بعد از اینکه ماشینشو تعمیر میکنه مالی دعوتش میکنه توی خونه. بعدش هم مالی اونقدر با دنی لاس میزنه و دستمالیش میکنه که دنی شل میشه. خلاصه دنی اون شب میزنه خانم معلمشو آباد میکنه. از نارگیلای مالی هم که دیگه نگم واسهتون سفت خوش فرم. فرداش مالی و دنی بعد از کلاس با هم خلوت میکنن و جیمی میره از پشت در اینا رو نگاه میکنه و میبینه معلمشون داره دنیو دستمالی میکنه، ولی هنوز مطمئن نیست که با هم رابطه دارن یا نه. بعد از مدرسه دنی دوباره میره خونه مالی و خستگی مدرسه رو از تن در میکنه. روز بعد جیمی تصمیم میگیره بعد از مدرسه دنیو تعقیب کنه ببینه این دیوس کجا میره. میبینه دنی جلوی یه خونه پارک میکنه و میره داخل. جیمی میره از پشت در داخل و دید میزنه و میبینه خانم معلم و دنی رو کارن. دنی یهو چشش میفته به جیمی و میره دنبالش که از دلش در بیاره. دنی به جیمی میگه جون تو از دستم در رفت، همین امشب میرم با مالی کات میکنم. جیمی میگه راست میگی؟ دنی میگه آره عشقم. همون شب دنی با مالی قرار میذاره و باش کات میکنه. مالی که اعصابش خیلی تخمی شده میشینه پشت فرمون و دنیو با آسفالت یکی میکنه. بعد یکم از خونشو برمیداره میماله به سپر ماشین جیمی که قتلو بندازه گردن اون. روز بعدش جنازه دنیو پیدا میکنن و بعد از تحقیقات جیمیو متهم به قتل دنی میکنن، اما با کمک وکیل و یه وثیقه $50,000 بهش آزادی مشروط میدن. یه دونه از این پابندا هم میزنن بهش که نتونه از خونه بره بیرون، اما جیمی یه شب پا میشه میره خونه مالی و ضبط صوت گوشیش هم روشن میکنه که ازش اعتراف بگیره. پلیس که میبینه جیمی از خونه دور شده میرن که برش گردونن. جیمی میره رو مخ مالی و اعصابش رو سوراخ میکنه تا جایی که مالی چاقو برمیداره که جیمی رو جر بده و همونجا پلیس میرسه و دستگیرش میکنه. پلیس میفهمه قاتل واقعی مالیه، بنابراین به 25 سال زندان محکومش میکنن. ولی واقعا حیفه که همچین میلفی اینجوری توی زندون حروم بشه. بله دوستان، همونطور که دیدیم عاقبت میلف باز بودن مرگه. پس به دوست دختر خودتون قانع باشید و وفادار، مگر اینکه میلفش خیلی خوب باشه و ارزش مردن رو داشته باشه.